واقعیت مسئله اینه که وحشت کنونی حکومت آخوندی اینه که یک مدتی اساساً اسم مجاهدین ممنوع بود. اینه که یک اسم ممنوعه رو الان در تریبون‌های نماز جمعه، در رسانه‌ها، در فضای مجازی و همه جا دارن فریاد میکنن. دو دلیل داره. یک، تمام شیطانسازی‌ها واقعاً هیچ اثری نکرده. نمونه واقعیش بدون هیچ اغراقی وجود کانون‌های شورشیه. کانون‌های شورشی که واقعاً خواب و از چشمان تمام دشخیمان حکومت آخوندی رو بودن. دلیل دومش هم اینه که واقعیات برای مردم روشن شده. الان دیگه ثابت شده که جنگ 8 ساله پایان نمی‌یافت اگر شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین زهر آتشبس رو در حلقوم دیو جماران خمینی ملعون نمی‌ریختن. بنابراین در اینی که این آدرس رو میده در واقع رشد و نفوذ اجتماعی که مجاهدین دارن